با عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیزی که تا الان با من بودن و امیدوارم که درس‌های گذشته رو بچه‌ها به خوبی خوب تمرین کرده باشین به طوری که کاملا روشون مسلط شده باشین و آمادگی اینا داشته باشین که هر درس جدیدی میاد و کاملا روش مسلط بشین، چون میدونین که وقتی که پایه و اساس درست بیارین بالا و اینکه پایه رو خوب یاد گرفته باشین، مطمئناً که شما هر چیز جدیدی بهتون ارائه بشه راحت‌تر میتونین یاد بگیرین و راحت‌تر وارد اون موضوع بشین و خیلی به دلنشین‌تر میشه واسهتون. من وحیدرضا ابراهیمی هستم، آموزش دهنده دوره‌های پرایس اکشن برای تریدر شدن شما دوستان عزیز و امیدوارم بتونم یه خانواده بزرگ تریدر به وجود بیارم که این خانواده در کنار هم بتونیم کمک حال هم باشیم و دست همدیگر رو بگیریم و امیدوارم که شما از این دوره ها لذت برده باشیم و به همه دوستانتون که میخوان این دوره‌های پرایس اکشن رو یاد بگیرن به طور مقدماتی تا سطح پیشرفتش رو این کانال بهشون معرفی کنین تا اونها هم مثل شما سابسکرایب کنن، مثل شما روی زنگوله بذارن و گزینه آل رو به صدا در بیارن. خب بچه ها، ما 20 قسمت تا الان با هم بودیم و 20 تا درس رو با هم اومدیم جلو که امروز میخوایم 21مین درس که بریک آوت ها هستن آموزش بدیم و بریک آوت ها رو شروع کنیم به درس دادن. بریک آوت یکی از مباحث خیلی مهم، کاربردی و اساسی ما هست و ما میتونیم از طریق بریک آوت ها خیلی سودهای خوب، عالی و به جایی بگیریم و یک منفعت خیلی خوبی نصیب ما بشه. من کلا بریک آوت ها خوبیشون اینه که ما حد سود خیلی بالایی را به دست میاریم، یعنی که اگه زمانی اینجا کانالی داره انجام میشه و اینجا بشکنه، معمولا با اسپایک های خیلی قوی میره بالا و تو حالت بریک آوت به ما خیلی سود خوبی میرسه. خب یه تعریف جدید از بریک آوت میخوایم ارائه بدیم. بریک آوت همون روند خیلی قویه یا اسپایک های شدید. خب الانم بهتون گفتم، یعنی اینکه این اگه ما یک روندی رو حساب کنیم داره انجام میشه، زمانی که اینجا میاد میشکنه و بالای خط داره تثبیت میده و به سمت بالا حرکت میکنه، ما این قسمت های قوی که شکسته میشه، خب داریم میگیم بریک شده دیگه، درسته؟ و این داره با یه روند قوی شکسته انجام میشه و یه اسپایک قوی پشت سرشه. خب پس تعریف بریک آوت همون اسپایک یا روند قویه. فقط یه چیزی رو من بهتون همین اول بگم، اگه بریکات ما تو اسپایک تو تریدینگ رنج نباشه، یعنی چی؟ شما اینو در نظر بگیرید یک کاناله. خب اگه این توی این کانال این شکلی بخواد بالای پایین بشه، به این ما نمیگیم بریک آوت. خب اگه از این کانال بزنه بیرون، مثلا بشکنم بره بالا، ما به این میگیم بریک شدن و بریک آوت شدن، ولی توی کانال ما بریک آوت در نظر نمیگیریم، چون شرایط معامله کردن توی کانال یعنی دو طرف معامله کردن، ولی شرایط معامله کردن تو بریک آوت ها هم مثل اسپایک هاست، یعنی یک طرف معامله کردن، بزن و برو، همینجوری اون داره میره تا هم باهاش ادامه بده. پس حواستون باشه فقط بریکاتون نباید تو کانال ها، تو تریدینگ رنج ها باشن. وقتی تو تریدینگ رنج ما بریکاوت داریم اونو در نظر نمیگیریم، چون قواعد تریدینگ رنج رو باید معامله کنیم و باید مثل تریدینگ رنج سقف و کف خرید فروشمون رو انجام بدیم، دو طرفه معامله کنیم و دو طرفه سود بگیریم. ولی تو یه روند خیلی قوی یه طرفه فقط معامله میکنیم و هیچ وقت روی معامله های شورت، یعنی کوچیکاش اصلا حساب نمیکنیم. فعلا تو ماهای اول ترجیحاً این کار نکنید تا بازار به دستتون بیاد و کاملا متوجه بشین. هر نمودار بچه ها بهتون گفته بودم، هر نمودار به 3 دسته اسپایک، تریدینگ رنج
و کانال تقسیم میشه. درسته؟ حالا من دیگه نمیخوام اسپایک اسم ببرم، میگم هر نمودار از بریک آوت، هر نمودار ما از بریک آوت، بزنیم بره، هر نمودار یه بریک آوت قویه، یک کاناله و یک تریدینگ رنجه. پس از این به بعد ما دیگه به جای اسپایک میگیم هر نموداری یک بریک آوت داره، یک کانال داره و یک تریدینگ رنج، که اینجا ما دیگه کلمه اسپایک رو برمی‌داریم و ازش بریک آوت استفاده میکنیم. خب از این چرخی که بریک آوت بخش مهمی از این چرخه است. بچه بریک آوت کلا بخش مهم اون نمودار ماست که زمانی که بریک میشه، چون خیلی سود خوب به ما میده از این چرخه که با کانال ادامه پیدا میکنه. ببینید به جای اسپایک من اومدم کلمه بریک آوت رو استفاده کردم. پس متوجه شدیم که هر نمودار یک بریک آوت داره، یک کانال داره و یک تریدینگ رنج. هر زمان کندل روندار بزرگ باشد یا یک سری از کندل های روندار کوچک پشت سر هم باشن، ما میگوییم بریک آوت پیش اومده. خب ما باید ببینیم هر زمانی که یه سری کندل های بزرگ و یا اینکه یه سری کندل های قوی ضعیفه ولی پشت سر هم به وجود اومده، ما میگیم بریک آوت. بچه‌ها نگاه کنین، الان اینجا ما یک کانال داریم، این کانال ما سقف و کفی بوده دیگه. نگاه کنین کف زده، اینو ما از قبل ایاتون باشه داشتیم روش کار میکردیم و نشون میدادیم اینجوری داشته سقف و کف میزده. اینجا گفتیم که تو تریدینگ رنج ما بریک آوت نمیخونیم تا زمانی که تریدینگ رنج بشکنه. اونجایی که شکستش ما میتونیم بگیم اینجا الان این یه بریک شده، اینجا بریک شده. گفتیم هر کندل قوی و بزرگی رو ما میتونیم بریک آوت بخونیم یا مجموع کندل های کوچیکی که همون روند رو ادامه بده، مثل اینجا. خب بیایم یکم جلوترش من ببینم آها نکنین الان این چه جالبه بچه، اینجا بهتون میگم این یک روند شکسته شده، بریک شده، یک کندل قوی، ما اینو میتونیم بریک آوت بخونیم. یک کندل فوق العاده قوی خورده شده تا این پایینم ریخته شد. خب بچه خاطرتونه چند جلسه پیش داشتیم درس با هم کار میکردیم، گفتم که الان توی این سطحیم و احتمالا باید تا این کف ادامه پیدا کنه. دقیقا همون خطم که یادتون باشه من این خط رو کشیدم، گفتم اینو میذارم باشه تا ببینیم کی بهش میرسه، که این خط رو من گذاشتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ساعت بعدش دقیقا اومده خط ما رو تاچ کرد. از همون خطی که تاچ کرده به سمت بالا ادامه روندش داد. خواستم بگم که خاطرتون بود این خط رو من برای چی گذاشته بودم، الکی نذاشته بودمش اینجا، که بهتون نشون بدم که این باید احتمال 80% تا این کف بیاد، که تا این کف هم اومد، از این کف هم ادامه روندش رو داده. خب برگردیم به درسمون. گفتیم هر کندل قوی میتونیم بریک آوت بخونیم یا مجموع کندل ها که همون خط روند رو ادامه بدن و ما بریک آوت میخونیمش. خب خب بچه مفهوم بریک آوت یعنی شکسته شدن. خب ما چه چیزی تو بریک آوت شکسته میشه؟ خب میخوام بهتون رو بگم حالا در بریک آوت چه چیزایی شکسته میشه. خب ببینیم چه چیزایی میخواد تو بریک آوت شکسته بشه. یک، تریدینگ رنج ها تو بریک آوت ها شکسته میشه. یکی یکی میام اونور بهتون توضیح میدم. پول بک ها تو بریک آوت ها. خط روند ها شکسته میشه. میانگین متحرک، احتمال داره میانگین متحرک شکسته بشه. سقف یا کف کندل قبلی، این مهمترین، کاربردی ترین، تخصصی ترین قسمت ما همین سقف یا کف کندل قبلیه که سقف برای
چیز نزولی و صعودی تغییر میکنه که اون ور رو نمودار بهتون من نشون میدم. خب بریم اون ور، من رو نمودار دوباره بیارم. ببینین شما گفتیم اولیش چی بودش؟ تریدینگ رنج شکسته بشه. میگیم وقتی که تریدینگ رنج شکسته بشه میگیم یه بریک اوت اتفاق افتاده. نگاه کنیم اینجا تریدینگ رنج با یک کندل فوق العاده قوی شکسته شده و اینجا یه بریک اوت افتاده، تا اینجا اومده اصلاحش رو داده، از همینجا ریخته، بازار فرصتش رو بهتون میده. خب متوجه شدیم پس اولیش سقف یا تریدینگ رنج شکسته بشه. خب اینجا دیدیم پس یه تریدینگ رنج شکسته شده. شکست تریدینگ رنج درسته گفتیم 80% شکست ها ناموفق هستن و دوباره برمیگردن تو حالت قبلیشون، ولی وقتی که تثبیت بده، یعنی مثل این کندل پشت سرش بده، پشتش یه کندل دیگه بده، اصلا هیچ کدوم اینا که ما در نظر نگیریم، بیاد تو این سقف مقاومتی واسش پیش بیاد و برگرده، یعنی این که دیگه داره میریزه. این سقف دیگه سقف قابل اتکایی بهش نیست و داره ریزشش رو انجام بده. پس زمانی که تریدینگ رنج بشکنه، تثبیت بده، زمان معامله است. ما حتی اینجا بدترین حالت ممکن میگرفتیم، یه اصلاح داشتیم، تپ ریزش داشتیم. هر وقت تریدینگ رنج با قدرت شکست و کندل بعدی تثبیت داد که همین بود که بهتون گفتم. خب دومی پول بک ها. ببینیم بچه ها اینجا اومده تریدینگ رنج شکسته شده، یه پول بک زده دوباره به این سطح و از این سطح شروع کرده شکسته شدن به سمت پایین با کندل قوی. به این میگن چی؟ بریک آوت. ریخته، دوباره برگشته، از همین سطح نتونسته استفاده کنه و از همونجا شروع کرده ریختن و به سطح پایین ریخته که توضیحش میشه اگه کانالی یا تریدینگ رنجی به طور کلی سطح مقاومتی شکسته شود و پول بک بخورد، دوباره همون پول بک بریک اوت بریک میشود. اون سطح مهم برای معامله کردنه. نگاه کنید. خب اینجا نداریم، بذاریم یکم عقب‌تر. نگاه کنین اینجا دوباره یه دونه تریدینگ رنج شکسته شده با این کندل. این کندل دوم اومده تثبیت داده، اینجا اجازه معامله رو به ما توی این کندل میده، اما اینجا اومده پول بک زده، توی این منطقه ها اجازه معامله رو به ما داده، تا اینجا شروع کرده ریختن که بازار بعد اون هم ریزشی بوده. دیگه چی داشتیم اینجا؟ بازار اینجا اومده یه سقفی رو دیده، یه پول بک زده، برگشته پول بکش رو دست زده بهش، نتونسته تثبیت بده، از همونجا ریخته که بعدش که دیگه کلا بازار ریزش کامل شده. پس متوجه شدین تو پول بک ها یکی از قسمت هاییه که احتمال داره بریک اوت به وجود بیاد. خب خط روند ها، الان ما اینجا یه خط روند کشیده بودیم که تو معامله بودیم، اینجا یه خط روند کشیده بودیم، درسته؟ این زرده و کجا اومده خط روند ما رو شکونده؟ اینجا اومده خط روند ما شکسته شده، درسته پول بک نرده ولی با یه همچین کندلی تثبیت داده. وقتی به این کندل به این قویه تثبیت داده، ما بدترین حالت ممکن اینجا میایم وارد معامله میشیم، این سطح وارد معامله میشیم، اینجا ریواردمون رو میذاریم، حداقل تا الان ریوارد یک رو بدترین حالت به ما داده، تا حالا بره پایینتر و احتمال داره پایینتر هم داره میره، چون روند نزولیه. هر زمان خط روند بریک شود خیلی مهم است که اینجا ما اهمیتش رو متوجه شدیم، پشت سرش هم چه کندل قوی داده و این ریزشش رو تجربه کرده. خب چهارمی میانگین متحرکه. چهارمی گفتیم چیه؟ میانگین متحرک. بریک شدن میانگین متحرک مهم است، اما باید بدونید ستاپ خیلی مهمه، یعنی این کانتکست کلی ستاپ معاملاتیمون خیلی مهمه و اینکه باید تاییدیه بده. خیلی مهمه که ما خیلی بچه‌ها میان رو میانگین متحرک معامله میزنن. ما خاطرتون باشه همیشه این میانگین متحرک مووینگ اوریج 20
همیشه سعی کردیم روی چارت اون باشه و ازش یه سری استفاده بکنیم و باهاش معامله نمیگیریم ولی تاییدیه میگیریم. خب تاییدیه بچه‌ها اینو خاطرتون باشه، تاییدیه میگیریم ما هیچ وقت روی یک موضوع کار نکنیم، یعنی فقط هر جا میگی متحرک شکسته شد من وارد میشم، نه. یکی از تاییدیاتون باشه میانگین متحرک. خب ما الان مثلا 4 تا اینجا خوندیم، چند تا دیگه هم داریم، اونا رو هم که میخوایم استفاده کنیم تازه با تاییدیه چند تا از اونا وارد یه معامله میشیم، به خاطر که باید به پول و وقتتون احترام بده. خب بچه ببینید الان با این کندل سفید رنگ میانگین متحرک شکسته شده، یه دونه پین بار داده، حتی روی این پین بار نخواهیم معامله کنیم دیگه، این کیباره تاییدیه معامله اینجا رو به ما داده. ما الان اگه بخوایم اینجا وارد معامله بشیم چند تا تاییدیه داریم؟ یک، شکست میانگین متحرک، دو، این پین بار، سه، کیباری که پشتش داده، چهار، شکست خط روند، دیگه این تثبیت شد پایین خط روند، ما زمان معامله ما اینجا میشه. و اگه اینجا وارد معامله شده بودین تا الان بذار ببینم چقدر تو سود بودین. گوششین. اگه اینجا وارد معامله شده بودین توی این سقف و ضررتون این بالا میذاشتین تا همین الان حداقلش مثلا ببریمش بالاتر هیچی نه 5-6 بار تو سود بودیم. این 5 تا سود $50 سود به ازای مثلا $10 ضرر، یعنی هر ضرر ما $10 هم در نظر بگیریم دیگه کمتر یعنی اصلا $100 ضرر $500 تو سود بودیم، یعنی 5 مرتبه شما میتونستین برید سود کنید چی ضرر کنید، چون با این یه دونه سودی که گرفته بود. سقف یا کف کندل های قبلی یعنی چی؟ سقف یا کف کندل قبلیمون شکسته شده باشه. خب الان اینجا همون پینبار و کیباری که داشتیم، اینجا این پینباره، اینجا کیباره، اینجا اومده چیه؟ این کف کندل قبلی اینجا شکسته شده، اومده کف پایین تر زده شده. اینجا نکنید کف پایین تر، کف پایین تر، کف پایین تر، اینجا ادامه داره. بذار من یه پولبک یه بریک آوت قشنگ پیدا کنم. آها بچه اینجا نکنین این کف رو زده، اومده کف بالاتر، کف بالاتر، کف بالاتر، با این کندل تاییدیه این موضوع رو داده که من شکسته شدم. یعنی اینجا یه حالت میکرو کانال به وجود اومده، توی این میکرو کانال اومده بریک شده، اومده کفای پایین تر تشکیل داده. ما گفتیم با چند تا تاییدیه بگیریم دیگه، درسته؟ اگه اینجا این قسمت بازار ما وارد شده باشیم، یعنی اینجای بازار ما بودیم، اومدیم چیا رو دیدیم؟ اومدیم اینجا یه دونه میکرو کانال دیدیم برای خودمون کشیدیم، اینا اومده کفای بالاتر زده تا اینجا یه کف پایین تر داده. خب تا اینجا چند تا تاییدیه داشتیم برای وارد شدن به معامله تو این قسمت؟ کلیت کانتکست که منفیه چیه؟ نزولیه، درسته؟ ما کلیت کانتکست رو میدونستیم نزولیه، پس احتمال ریزش توی این قسمت بیشتر از افزایشه. یک، کلیت کانتکست نزولیه. دو، کلیت کانتکست شد نزولی. دومیش چی شد؟ میکرو کانال کشیده بودیم، اونجا اومد شکسته شد. از این طریق این قلم صاف استفاده کنم بهتر از این. اینجا میکرو کانال کشیدیم، میکرو کانال بریک شده، این تا اینجا یه دونه چیزمون بود، تاییدیه روند اون بود. دو، چیزمون شد، میکرو کانال شکسته شد. اینجا اومدش سقف یا کف پایین تر به ما داد که اینجا کف پایین تر به ما داد،
تاییدیه ورود به معامله رو اینجا به ما داده بود که ما حتی اگه روی این قسمت هم وارد معامله نمی شدیم که خب ما تاییدیه‌مون رو گرفته بودیم برای وارد شدن، وارد نمی شدیم تا این سطح هم وای میستادیم 4 تا تاییدیه هم تو این قسمت میگرفتیم. یعنی هر جوری وای میستادیم اینجا دیگه ما رو مجاب میکرد که وارد بازار بشیم. و بازار ببینین خدایا میدونم چند تا چقدر ریخته، چه ریزش خوبی هم تجربه کرده. ببین اگه اینجا وارد میشدیم 0.811 بوده، اینجا الان همین الانش تو بدترین حال 0.80. میدونی یعنی چی؟ خیلی سود خوبیه. تا این پایینش هم اومده بوده 0.804 به مثلا فوق العاده است. بچه قیمت اگه حتی تلاش کنه یک پیپ هم اون سقف یا کف رو بشکنه، ما میتونیم بگیم که اینجا یه بریک انجام شده. خب الان اینجا که ما داشتیم باهاش کار میکردیم مثلا اینجا یک کف زده، اینجا یک کف زده، کف زده، کف. اینجا رو ببینید یک کوچولو فاصله داره، یعنی اینجا با حتی این سایه و شدوی کوچیکی که پایین پیش اومده، درسته بهش میگن فیک بریک آوت، یعنی بریک آوت اصلی نیستش، اما همین شدوی کوچولو که یه فاصله خیلی کمی به وجود آورده بین این دوتا، ما همین مقدار رو به عنوان بریک آوت در نظر میگیریم و همین باعث معامله ما میشه. ببینید الان تو این کانال یه میکرو کانال نزولی داریم که اینا نرسیده، از اینجا اومده کف پایین، کف پایین، کف پایین، اینجا اومده کف بالاتر زده که اینجا دوباره یه میکرو کانال تشکیل داده، اینجا میکرو کانال شکونده. حتی با یک پیپ هم فاصله باشه میتونیم بگیم که اون بریک شده و بریک آوت اونجا پیش اومده. حالا اینجا کندل فاصله کم پیدا میکنم. آها اینا خیلی فاصله هاشون کم، یه کوچولو فاصله داره، فاصله زیاد میشه. همین کندل ها هستن دیگه. مثلا نگاه کن اینجا رو، این الان یه میکرو کانال اومده اینجا بریک شده، دوباره میکرو کانال این بریک شده. ببینید یه ذره، حتی یک ذره گفتم دیگه، این کندل سفیده اصلا این شادویی نداره، این مشکه یه ذره شادو داره، همین کوچولو اما مبنا اون رو میذاریم که همون بریک شده. خب بچه اگه حتی ندیدین که یه چیزی بریک شده، اگه نمیبینید که چیزی بریک شده، تنها با دیدن یک کندل پرقدرت یک بریک آوت به وجود اومده. شما اگه حتی نمیبینین که آقا اینجا مثلا بریک آوت، الان اینجا نمیتونین تشخیص بدین این الان بریک آوت شده یا نه، ولی خود این کندل های پرقدرت خودش مبنایی میتونیم بگیم که این یه بریک آوته. ببین چه خوشگل اینجا با این مووینگ اوریج خواسته بشکونه، با چه کندل قوی شکونده به این سطح بریک آوت نکنه، اینجا شکونده به اینجا پول بک زده، دوباره از همینجا ریخته تا این پایین. اینجا میخواد وارد این بشه، این چجوری با چه قدرتی، با قدرت سعی میکنه این مووینگ اوریج رو بشکونه، که زمانی که اگه مووینگ اوریج رو با قدرت نشکونه زورش نمیرسه و برمیگرده باز به همون جهتش. این مووینگ اوریج 20 خیلی جا کارایی داره واسهتون. پس گفتیم هر زمان که اگه حتی ندیدیم، متوجه نشدیم که الان بریک شده یا نه، شما با دیدن یک کندل پرقدرت هم میتونیم بگیم که اونجا بریک آوت به وجود اومده. مثل کجا؟ مثل این قسمت. مثل این قسمت بچه، این قسمت با دیدن این کندل به این خوشگلی شما میتونیم بگیم اینجا یه بریک آوت به وجود اومده. بریکات خیلی تعریف خیلی ساده و روونی داره، فقط اینکه شما باید درک کنین که چی هست. کلا ترید کردن یعنی درک کردن. ترید یه جور بازارهای مالی کلا اینجوریه، مثل انسانهای متفاوته که شخصیتهای متفاوت دارن و هر انسانی و هر
بازار مالی شخصیت‌های مختلفی دارم. مثلا من شخصیتم شاید خیلی جوش‌جوشیه، خیلی پرحرفم، دوست دارم حرف بزنم. شما شاید آدم آرومی باشین، ریلکس باشین، جوش نیارید. نمیدونم من، ولی شاید آدم باشم دوست داشتم بازی کنم، سر کله بزنم، این اتفاقا باشه. ولی شماها دوست دارین نه مثلا آروم بشینین، تلویزیون ببینین، خیلی ریلکس عمل کنین. هر کدوم ما یه شخصیت خوب و بدی داریم ما، یعنی هم شاید این اتفاقات من خوب باشه، شاید اتفاقات شما خوب باشه. فقط مهمی که اونا رو درک کنیم و کجا استفاده کنیم. اون استفاده کردن و درک کردنشه که باعث میشه از بازار سود بگیریم و منفعتتون رو بگیریم بیایم بیرون. مثلا طلا یه جور شکلی داره برای بازی کردن. مثلا همین نزدکی که الان ما توشیم یه جور داره بازی میکنه، شکلش یه جوره. کلیت ماجرا همینه، مثلا همین خط رونده، همین کانالاز، همین کندلاز، هیچ اتفاق خاصی نیست. ولی مثلا میگم یکی پول بکش مثلا زیاد میاد تا بالاتر، شاید خط روند تاچ کنه بیاد یکم بالا بعد برگرده، یکی نه خط روند هیچ وقت تاچ نمیکنه، زیر خط روند میشکنه میاد. شما قبل از اینکه بخواید وارد مثلا خرید فروش یکی از ارزها یا مثلا معامله کردن تو هر کدوم اینا بشین، باید بشینین اینا نگاش کنین، درکش کنین، بفهمینش، اون موقع وارد معامله کردن بهش بشین و دکمه خرید و فروش اون موقع بزنین. همینجوری هر چی اومد دستتون دکمه رو نباید بزنین، چون باید درکش کنین دقیقا، باید اخلاق و رفتارش رو بشناسین بعدش شروع کنین به معامله کردن. زمانی که بریک آوت موفق رخ میدهد به احتمال زیاد دومین لک هم ساخته میشود. خب بذار ببینم اینجا من یه دونه داشتم. آها اینجاست. بچه ها ببینیم اینجا رو. اینجا یه بریک انجام شده، لگ دوم هم پشت سرش انجام شده. همین، خیلی ساده. بریک شده، مووینگ اوریج بریک شده، پول بک به مووینگ اوریج زده، اینجا رفته بالا برگشته، اینجا دوباره لگ دوم انجام شده. لگ اول اینجاست، این بره، لگ اول تا اینجا اومده، پول بک، لگ دوم اینجا. پس ما متوجه شدیم زمانی که یک پول بک، یک بریک آوتی انجام بشه، ما میتونیم منتظر لگ دومش باشیم. اینجا پول بک ما به این سطح مووینگ اوریج بوده، بعد جونم براتون بگه از این سمت شکست این خط روند رو داشتیم. پس ما تاییدیه رو میخوایم بگیریم: یک، شکست خط روند، دو، پول بک به شکست میانگین متحرک همون میگیم اوریج، شکست مووینگ اوریج یا خط روند با یک کندل فوق العاده پرقدرت، پشت سرش یه پین بار تثبیت داده به سمت بالا میخواد بره، اومده اینجا یه بار دیگه به مووینگ اوریج تاچ کرده، اومده بالا، پول بک به مووینگ اوریج، پول بک گفتیم نتونسته نگهش داره، یه دونه پین بار. خب ببین تا اینجا چند تا تاییدیه دادیم: یک میکروکانال، یک میکروکانال نزولی تو روند صعودی، پشت سرش پین بار، پشت سرش کی بار. بابا بگیر دیگه معامله رو، چند تا میخوای تاییدیه بخوای؟ یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت تا تاییدیه داده دیگه. یعنی این هفتمی رو داده، شما اینجا هم بگیری دیگه بدترین حالت ممکن، ترسو هم باشی یک به یک باید بزنی بیرون، نه دو تا رو به شما سود میده. تازه این بالاتر از این هم رفته. نه به یه سریا که اصلا بی پروا معامله میزنن، اینجا معامله بای میزنن تا اینجا میریزه، حد ضررشون میخوره، بعد میگن ای بابا سوختیم. نه یه سریا که این همه تاییدیه میبینن تازه میخوان وارد معامله بشن، میگن آیا بریم آیا نریم. دیگه شما دو سه تا چهار تا تاییدیه رو دیدین، وارد بازار بشین دیگه. چهار تا تاییدیه رو، یعنی یه تریدری که چهار تا تاییدیه ببینه و وارد نشه دیگه تریدر نیستش، نشست باید بشینه کنار یه پسرک ملوسه، باید بشینه کانال سیگنال و از این موضوعات انجام بده. چون دیگه تریدری که با 4 تا تاییدیه وارد بازار نشه، بهتره وارد بازار اصلا نشه، چون کارش این نیستش. و چی کار هستی؟
این توانایی انجام یه همچین موضوعی رو هم نداریم. خب بریم توی مبحث بعدی. نشانه های بریک آوت قوی. خب ما از کجا بدونیم این بریک آوت های ما حالا قوی هستن؟ خب گفتیم یکی چیه؟ اینجا داشتیم توضیح میدادیم کندل های روندار بزرگ، یعنی این کندل های قوی که اینجوری پشت سر هم میزنه و همینجوری داره میاد بالا، یعنی کندل هامون قوی باشه. کندل های روندار بزرگ یا چندین کندل پشت سر هم، اینجوری کندل های کوچیک هم ولی پشت سر هم فقط نان استاپ دارن میرن بالا. کلوز های نزدیک به سقف یعنی چی؟ یعنی که یه دونه کندل ما داریم، اینجا کندله، کلوز های نزدیک به سقف اینجوری داره میره بالا، این به سمت بالاشه، این به سمت این بذاریم. خب مثلا ما یه روند صعودی داریم. خب تو روندهای صعودی گفتیم که کندلا به سمت بالا وقتی دارن حرکت میکنن کلوزاشون میشه کجا؟ کلوزای ماجرا ایناست دیگه، کلوزشون اینجاست، کلوزای نزدیک به سقف، یعنی کلوزاشون بالاتر از اینا باشه. یا کلوزهای بالای سقف قبلی، یا کنید همین چیزی که الان گفتم، کلوزشون همشون بالای سقف قبلیه، همشون رفته به سمت بالا. ببینیم به کلیت ماجرا حالا از حالت کتابی در بیارم، باید وقتی تو روند صعودی هستیم کلوزمون بالاتر بسته بشه دیگه. روند صعودیه، خب کلوز باید اینجا بسته بشه دیگه، کلوز اینجا بسته بشه. کلوز بخواد بیاد اینجا که بیفایده است، به درد نمیخوره. کلاس همینجوری باید بیاد بالاتر بالاتر بالاتر. وقتی که این کندلا کلاساش بالاتر بسته بشه خب روند صعودیه، خب معلوم میشه پولبک های خیلی قوی تره. برعکس این موضوع هم ست میکنه، یعنی اینکه زمانی که ما روندمون نزولیه، یه روند نزولی داریم سیر میکنیم، این کلوزهای پایین تر باید بسته بشه. خب ما معامله گر میگه دو طرف داریم سود میخوایم بگیریم، کلوزهای پایین تر وقتی بسته بشه اونجاست که میتونیم بگیم اینجا الان یه دونه بریک آوت به وجود اومده. کلوز اطراف و بالای مقاومت ها، یعنی مثل مقاومت ها چی داشتیم؟ خط روند، سقف قبلی، میانگین متحرک، اعداد روند، همه اینا میشه کلوز هاشون اگه بالا و پایین اینا بسته بشه ما میتونیم بگیم که اینجا الان یک بریک آوت به وجود اومده. الان ببینید اینجا کلوزمون پایین میانگین متحرک بوده، عددمون رو ببینید 0811 نقطه 0811. خب این عدد خیلی رونده دیگه، 811. ببینید کلوزش پایین تر از این بسته شد. من یه مقدار اینو کج مابج میکشم، این راست بکشم شما میبینید چقدر دقیقا اومده رو 811 کلوز زده، دقیقا رو 811 هم زده. یه پیپ پایینت های کلوزش اینجا بوده. میانگین متحرک رو گفتیم، میانگین متحرک رو شکونده، اینا خط روند رو شکونده، اینا کلوزها اطراف مقاومت هست دیگه. الان این سطح مقاومتیه، مقاومت رو میشکسته. ما چند تا چیزای مقاومتی داشتیم، خط روند، خط حمایت، خط مقاومت، اعداد روند دیگه، سقف و کف قبلی، میانگین متحرک، اینا همه چیا بودن؟ اینا همشون خطوط مقاومتی و حمایتی بودن. اوورلپ های کوچک یعنی اینکه کندلای ما حتی اگه کوچیکن ولی یه جهتی داشته باشن، یعنی یه شکلی داشته باشن. وایسا ببینم اینجا الان من یه سری کندل کوچولو موچولو پیدا کنم. این همشون چقدر میکروکانال های خوشگلی اینجا دادن. نگاه کنین، روند نزولی، میکروکانال صعودی، اینجا تاییدیه داده. گفتم اگه یه موقع مطمئن نیستی میتونه حتی صبر کنین تا تاییدیه دوم. تایید دوم با این دوجی داده، پشت سرش یه دونه
کیبار داده، ریزش، اصلاح، ریزش. آدم حال میکنه وقتی وارد این دیدنش میشه، اصلا لذت میبرم. میبینم که چقدر اینا قشنگه، کنار هم بسته میشه. ببینید گفتم چی؟ یادم میره اصلا وقتی اینا رو میبینم گیج میشم، انقدر عشق میکنم. اوورلپ های جهت‌داری داشته باشن. ببین یعنی اینکه حتی کندل ها کوچیک هم که هستن یه حرکتی داشته باشن، یه حالتی داشته باشن، مثل اینا مثلا کوچیکن ولی یه ریزشی دارن. الان مثلا اینجا میکروکانال نزولی تو روند نزولی گفتیم بچه اولین بریکی که بشه که این باشه ما اجازه معامله روش هم داشتیم، از همین بعدیش اینجا معامله رو بگیریم قبل از اینکه حتی این پین بار بیاد ما اینجا ادامه ریزش داشتیم. بچه دیدین این میکروکانال ها چقدر جای قشنگی به ما تاییدیه میده. الان کنین اینجا رو یه میکروکانال دو کاناله اینجا اومده بریک شده و اینجا تاییدیه ورود رو با این پین بار هم داده، پشت سرش یه پین بار دیگه، یه کیبار و تاییدیه ریزش تا این پایین. خیلی قشنگه بچه، خیلی قشنگه. یعنی مثل طبیعت خدا که وارد میشیم تو جنگل میگیم وای چقدر زیبایی، آخه این همه زیبایی، واقعا قشنگه. بعد ستاپ معاملاتی اون در حالت خوبی باشه. یعنی چی؟ یعنی که آقا وقتی میخوایم معامله کنیم، این اگه مثلا الان تو لایو بازار باشیم اینجا مثلا ایش کجاست، یه ستاپ چرک پیدا کنم مثلا این شکلیه، هیچی رو نمیبینین، خب معامله نکنین، چه کاریه؟ وایسیم یه کم شکل شمایلش خوب بشه، چارت به یه شکلی برسه، بعد شروع کنیم به معامله کردن. ستام معاملاتی خوبی داشته باشین، شکاف‌هایی رخ داده باشه تا اندازه‌گیری حرکت خوبی هم داشته باشیم توی اون موضوع که مثلا از اینجا ستام معاملاتی وارد بشیم تا این پایین هم ادامه روند رو داشته باشیم و باهاش بریم. خب بریم بزرگترین نقاط قوت بریک آوت ها. بزرگترین نقطه قوت بریک آوت چیه؟ احتمال بالا و ریوارد خوبه. ببین بریک آوت کلا احتمال حرکت به سمت اون جهت رو خیلی داره و ریواردهای خیلی خوبی میده. یعنی ببینید بچه ها الان اینجا با این کندل بریک شده که هیچ شادو بالا و پایینی نداره، اومده یک کانالی تشکیل داده، حالت رنج زده، اومده این کانال رو اینجا شکونده. خب تاییدیه‌مون رو رو این پین بار داده، پشت سرش یک کیبار کوچیک، حتی وارد معامله نمیشه، اینجا زمان معامله کردن بوده و تا این بالا هم افزایشش رو انجام داده. حالا اینجا دوباره اومده یه دونه میکرو کانال تشکیل داده، اومده اینجا میکرو کانال رو شکونده، دوباره اومده اینجا میکرو کانال شکسته شده، دوباره ببینید اینجا بریک آوت ها چقدر به ما حاشیه سود میده، تا این مرحله ما رو رسونده. حتی روی لایو هم که الان بریم میتونیم ببینیم که الان اینجا چه سود خوبی تو همین قسمت به ما داده. مثلا اینجا بچه ها شما اینجا این بریک شده، اومده پول بک زده، ما اینجا وارد معامله میشیم. بالای این خط هم گذاشته باشیم تا بدترین حالت ممکن شما الان 7 بار تو سودین. یعنی اگه بخواین اصلا تو اینجا هم حتی خارج بشین از معامله، حتی اینجا هم بخواین خارج بشین 4-5 بار اینجا تو سودین، یعنی 5 مرتبه سود کردین، یک بار ضرر گذاشتین. یعنی میتونین برین 5 بار حتی ضرر کنین. اگه به ازای $10 ضرر باشه 50 دلار تا الان تو سود رفتین. خب دیگه چی میخوایم بهتر از اینجا اومده. حالا ما گفتیم بچه بهتره که استاپتون رو هیچ وقت، من بهتون پیشنهاد منه، حالا خودتون در آینده میتونین 1000 تا مدل بالا پایین کنین، اگه استاپتون رو اومدین اینجا قرار دادین، معامله تا این پایین که اومده
استاپتون رو شما تا این پایین معامله داره میاد دیگه، استاپتون رو بردارین بیاین بذارین اینجا. اینجا 1 به 1 گرفتین دیگه، اومده دوباره ریخته، اومده افزایش استاپتون رو داده. هم میتونستین توی اینجاها خارج بشین تا این پایین اومده، همین که میاد استاپتون رو میزنه. این تو این طور استاپ آوردن پایین یه حسنی داره. وقتی که شما استاپتون رو مثلا اینجا الان ما وارد معامله میشیم، اینجا وارد معامله شدیم، استاپ رو گوشیم بالا، این میاد معامله میاد تا اینجا پایین، استاپ رو شما میاریم این تا اینجا معامله اومده، شما استاپ رو گوشین اینجا، معامله میاد پایین تر، خط رو میشکونه، شما استاپ رو میاری رو خط، معامله همینجوری داره میاد پایین، استاپ رو میاری پایین. ببینید یه سری جاها به جای یک دونه چی مثلا 2 تا سود بهتون مثل اینجا مثلا چند تا سود میده، 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا بهتون سود داده به ازای یه دونه ضرری که این بالا گذاشته بودیم. وقتی حسابتون اینجوری بیاریم پایین، حالا شاید یه سری موقع 2 تا سود و 1 سود بگیریم، ولی برای یه سری بیشتر موقع ها 2 تا سود و 5 6 تا سود میگیرین ازش. خب نقاط اشتراک بریک‌آوت ها در روندها تلاش ها برای برگرداندن قیمت بریک آوت محسوب می شود. گفتیم آقا توی روندها تلاش برای برگرداندن قیمت بریک آوت محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینجا این الان یه روند افزایشیه، درسته؟ اینجا بریک شده، اینجا بریک شده، تلاش کرده به برگردوندن قیمت که ما بهش میگیم بریکات و گفتیم 80% تلاش ها هم شکست خورده. دوباره اینجا اومده یه میکروکانال تشکیل داده، اینجا شکست، یعنی ما روندمون افزایشی بوده، اومده یه روند میکروکانال کاهشی به وجود اومده. خب گفتیم 80% تلاش ها برای برگردوندن قیمت که شکست میخوره، روندمون مثبته. جونم براتون بگه یه دونه میکروکانال به وجود اومده، خب 80% احتمال شکست داریم که این شکست انجام میشه و بالا میره. خب گفتیم 80% هم شکست میخوره، برگشت ها تبدیل به پول بک یا مکس در روند میشود. ببینین الان اینجا اومده روند شکسته شده، پول بک زده شده، اومده به داخل برگرده اما نتونسته، اومده بالا. اینجا دوباره ریخته همینجوری پول بک اومده بالا. اما چه اتفاقی الان تو این قسمت پیش اومده؟ این برگشت ها باعث شده که کانال ما ثبت کنه، یعنی که توی چند تا کندل پشت سر هم توی یه جا نگه داشته بشه این پول بک هایی که زده میشه تا اینجا که یه دفعه باز کانال کنده رفته بالا. این برگشت ها هی سعی میکنن، زور میزنن، آقا مثلا فروشنده ها که ندارن خریدار رو قدرت بگیرن و برن بالا، ولی خریدارا دیگه ازشون اینجا جذب میکنن و تا این قسمت میره بالا. بعدش هم که این قسمت اینجا مثلا لگ اول، اگه مثلا میگم این لگ اول حساب کنیم، این لگ دومه، این لگ سومه، اینجا لگ چهارم. ما 4 تا لگ اینجا تشکیل داده. اگه اینجا تاییدیه اول گرفتیم وارد معامله نشدیم، اینجا وارد معامله شده باشیم، این یه موقعیت معاملاتی، 2 تا موقعیته، 3 تا موقعیته، 4 5 6 همینجوری موقعیت معاملاتی بوده. یعنی 5 6 تا 7 تا موقعیت معاملاتی داشتین که شما بتونید وارد معامله بشین دیگه. خب نشدی دیگه، چی بگم دیگه، باید میشدی. گفتیم برگشت ها تبدیل به پول بک یا مکس در روند می شود مثل اینها و در نهایت روند ادامه پیدا می کنند. اینجا آمده زور زده که روند نره بالا، ولی روند دوباره ادامه پیدا کرده. اینجا زور زده که روند رو نذاره از این خط رد بشه، ولی روند ادامه پیدا کرده. دیدیم پول بک زده ولی دوباره روند ادامه پیدا کرده. تمام تلاش ها برای برگرداندن قیمت بریک آوت محسوب می شود، اما فیک بریک آوت و تمام فیک بریک آوت ها شکست می خورد. تمام تلاش ها برای برگشت قیمت بریک آوت محسوب می شود. بریم روی لایو ببینیم لایو اصلا چی داریم.
تمام تلاش ها برای برگرداندن قیمت بریک آوت محسوب میشه. اما فیک بریک آوته یعنی چی؟ اینجا این کانال این تریدینگ رنج بریک آوت شده، تا اینجا ریخته، پول بک زده، خب تلاش کرده که برگردونه قیمتو، اما توانش نرسیده و زورش نرسیده و تا این پایین ریخته. این تلاش برای بریک پول بک زدن و برگشتن دوباره توی این کانال رو بهش میگن فیک بریک آوت. بهش میگن فیک بریک آوت. چقدر خوشگل دارم می‌نویسم، حال کنه. بریک آوت. اینا فیکن، اصلا واقعیتی نیستن و توان موندگاری روی این بازار رو ندارن و اینجا دیدین که شکست میخوره و برگشت انجام میشه. الان بیایم اینجا دوباره اینجا نگاه کنیم، اینجا اومده تلاش کرده، اینجا شکسته، تثبیت داده، تلاش کرده، برگشته به سطح قبلیش، دوباره از همین سطح شکست رو تجربه میکنه. گفتیم که کندل ها سعی میکنن کندل های زیادی سعی میکنن جلوی روندمون رو بگیرن. ببخشید، این کندل های کوچیک سعی کردن جلوی روند رو بگیرن ولی نتونستن و اینجا شکست میخوره. که همینجا اگه ما بخوایم یه کانال ترسیم کنیم، اینجا دوباره میشه یک کانال اینجا میشه یه تریدینگ رنج که این تریدینگ رنج شکسته، دوباره ریزش. اینجا یک میکرو کانال اینجا شکسته، تاییدیه که نتونسته مووینگ رو بشکنه، ریخته. میکروکانال نزولی یه پول بک، گفتیم اولین پول بک تو میکروکانال های نزولی زمان معامله رو به ما تعیین میکنه، یعنی ما همینجا میتونستیم وارد معامله شورت بشیم، نه توی این وارد معامله شورت بشیم و تا این پایین باهاش ادامه بدیم. بچه امیدوارم این درس خستتون نکرده باشه. ببخشید عذرخواهی می‌کنیم سرفای ما گرفته. بچه برین درس رو خوب تمرین کنین، بریکات ها رو خوب در بیارین. خیلی ساده است، خیلی روونه، خیلی باحال، خیلی با عشقه. همینجوری که خودتون خط و خطوط رو میکشین، خطای حمایت مقاومت رو در میارین، خودش پشتش بریکات ها واسهتون در میاد. کلی باشون بازی کنین، تمرین کنین، عشق کنین تا اینکه بتونین مسلط بشین و هر زمان که چشتون خوردش سریعا اونو به دست بیارین. دوستان شمایی که تازه وارد این کانال شدین، خوشحال میشم به دوستان دیگه‌تون این کانال معرفی کنین، چون قبلی ها این کارو کردن. بعد بهشون بگین حتما اونا هم زنگوله و آل و فعال کنن تا اینکه تمام ویدیوهای آموزشی و بعد از اینها اتفاقای خیلی جالبی که داریم واسهتون میذارم به دستتون سریعا برسه، تا یک خانواده بزرگی با هم بسازیم برای ترید کردن و در کنار هم کلی لذت ببریم و عشق کنیم. روز و روزگار خوش، بدرود.